سلام برای بچه گل، خوش اومدید با ویدیو دیگه از داشتون امیرکرافت. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا سلامی دوباره. ما اومدیم پیلار بازی کنیم یکم و پیلار این شکلیه که بهمون بلاک میده و ما خوب باید بریم طرفو بزنیم و واقعا گیم مود باحالیه. من تو گیم آف دارم بازی میکنم. مثلا باید کیل بگیریم بعد اولش اینجوری بعد در 5 ثانیه بهمون بلاک میده. ای وای حاجی، سپر داره، این همه چی داره، شمشیر، سپر. احمق چرا اون بلاک رو اونجوری گذاشت؟ نمیذارم اینجا. حاجی این یکم نوبه ولی شمشیر دایمندی گیرش اومده. استیکر رو صورتشون. وای آقا اشکال نره، یه دست دیگه بریم. جهنم او برشون. یه دست دیگه حالا بریم. خب آقا این دستن شروع شد. بزن بریم. اگه دوست دارید ویدیو بلندش رو بذارم و بیشتر بریم بازی کنیم، لایک های ویدیو رو بهتر کنید. آقا سابسکرایب هم کنید دیگه. من تازه یوتیوب رو شروع کردم و میخوام تو این کار موفق بشم. اوکی نه الان نمیخوام بسیم. آیتم های خوبی داره میده اما یکم حالا بلوک هم بده خوبه یا آیتم خفن. اوه نظر قابلیت کرافت کردن هم داریم، خیلی خوبه. حتی اینو میدونستم، خود نکنیم بریم. وای بابا اندرمن ساکت شد، بسته گوش ویورا رفت. وای میدونم الان صدای من کم شد، قشنگ صدای این گوشتون رو بود. اوه دهنه تو سرویس. اوکی این از این چیز. آقای کیل گرفتیم. خب آقا حاجی خود وای حاجی اشکال نره بچه ها. اگه میخواید ویدیوهای خفن تری داشته باشیم حتما منو ساب کنید، دنبال کنید و اینجور داستانا. اگه میخواید بیشتر پیلار یا بدوارز بذارم کوتاه یا بلند تو کامنت ها بگید. لایک ویدیو فراموش نشه. تا ویدیو دیگه میبینمتون. بای بای.